ارتباط صدایمون برقرار بشه با آقای عامل، بریم به سراغ کشتی حساس کامران قاسمپور در مقابل باتبیلگون نادام بات از مغولستان. دیدیم در کشتی اول به چه صورتی کولاک کرد کامران قاسمپور. 10-0 عبداللطیف قرقیز رو شکست داد. مخصوصا اون 4 امتیازی که گرفت چشم‌ها رو خیره کرد. شمعی از تکنیک بالای خودش، قدرت بالای خودش رو به نمایش گذاشت و حالا در مقابل این کشتیگیر مغول قرار گرفته. نادام بات کامران قاسمپور 2 طلای جهان رو در کارنامه داره در 92. حالا در 86 اومده برای 3مین بار قهرمان جهان بشه. کاری که نفرات معدودی در تاریخ کشتی ایران موفق به انجام اون شدند. کامران قاسمپور قهرمان خوب جویباری ما، همه دوستش دارن، با اخلاق، محجوب، دوست داشتنی. اومده در کرواسی قهرمان جهان بشه و برای 3مین بار. با سلام مجدد خدمت بینندگان عزیز، کشتی کامران قاسمپور درآور کشورمون که در یه زیری خم و مال خود میکنه و موفق میشه حریف خودش خاک کنه و اولین امتیاز رو بگیره از حریف خودش. 2-0 طرف کامران قاسمپور که با باند قرمز مبارزه میکنه، با حریف از مغولستان مبارزه میکنه. دور اول کامران قاسمپور موفق شد هنرمندانه عبداللطیف رو 10-0 شکست بده. حالا در مقابل حریف از مغولستان قرار گرفته که دیدیم با یه زیرگیری جذاب و دیدنی موفق شد نادام بات رو مغلوب کنه، 2 امتیاز بگیره و از اون 2-0 پیش بیفته. 2-0 از نادام بات پیش افتاده و تا این لحظه در حالی که 4 دقیقه و 10 ثانیه از وقت کشتی باقی مونده، کامران قاسمپور درآور از خطه پروانخیز مازندران شهر جویبار یک بار دیگه برای زیرگیری پای راست زیرگیری میکنه. با حالات چرخشی هنرمندانه زیرگیری میکنه. یکی از بهترین زیرگیری های دنیا هست، با سبک های مختلف زیرگیری، هم چرخشی هم مستقیم زیر میگیره، هم پای چپ راست خم مخالف و هنرمندانه به پاها میرسه. حالا برای زیرگیری اقدام میکنه. بات از مغولستان نمیتونه به پای او برسه. در مسابقات آسیایی این کشتیگیر مغولستانی در 2025 سوم شده، قهرمان جوانان آسیا شده. برای زیرگیری اقدام میکنه کامران قاسمپور یه زیر 2 خم سر به قهر خود. 4 امتیاز شیر مادر و نان پدر حلال دلاور. چه زیرگیری، چه یورشی، چه سرعتی، چه دلاوری. حالا 6-3 پیش میفته از حریف خودش. 6-3 پیش میفته از حریف خودش کامران قاسمپور. من ندای ایران تماشاگران حاضر در سالن که از سراسر اروپا و ایران عزیز اومدن، کامران قاسمپور رو مورد تشویق قرار میدن. یک بار دیگه در تلاش هستن که بتونه شرط برای فنون خودش کامران مهیا کنه. جادوگر وزن 86 کیلو هنرمندانه به پا میرسه و نادام بات مغولستانی رو گیج سردرگم کرده. تماشاگران ایران عزیز یک پارچه کامران قاسمپور رو تشویق میکنن، مورد تشویق قرار میدن. این کشتی رو ببره دور بعد بایستی با حریف از گودایف از روسیه کشتی بگیره. این حرکت رو با هم میبینیم چقدر زیبا. 1 خم 2 خم چشی سرزی بغل در مایه دست مخالف از بالا به پل میزنه حریف خودش رو. هر چند بار ببینیم این کشتی رو، واقعا این فن و دیدنی رو هر چند بار ببینیم کمه باور کنین. آقای پژمان درست کار و آقای احسان امینی و روانه میدان میکنن. 6-0 در حالی که پیش هست. 2 کشتی سخت داره گودایف که در روز 5-2 از او عقب بود، بعد از اون شکست داد 7-5 حریف خودشو و یکم والنسیا که کوره خونده برای ما. انشالله حالا گودایف ببره امروز صبح بعد از اونم برای فینال شدن با والنسیا قرعه سختی داره، اما برای کامران دلاور قرعه اصلا مسئله ای نیست. باز هم در سرشاخ روی دستان هم دیگه کار میکنه و سعی میکنه شرط برای فنون خودش مهیا کنه. به دنبال کار کردن دست ها سعی داره که
داور تذکر میده که ضربه نزنن روی دست هم دیگه کار میکنن دو کشتیگیر و باز هم در تلاش از اینکه بتونه شرایط برای زیرگیری خودش مهیا کنه. این قوس میکنه به خوبی، بعد از قوس کردناش زیرگیراشو به اجرا میذاره. یک بار دیگه زیرگیری خاک و موفق میشه 2 امتیاز دیگه بگیره از حریف خودش. حالا یه بار انداز بزنه تمام هست. حالا میره سگک دور پاجم، سگک حالا تا همون حالت هم میکنه فیتیلی پیشو جفت جور کنه. حریف اجازه کارو نمیده و داور وسط کشتی رو سرپا میده. داور اجازه کارو نمیده و داور بعد کشتی سرپا پیدا میکنه. حالا ببینیم که کشتی ترکیه و کادویف هم هنوز برگزار نشده. یک بار دیگه زیر خم تبدیل به 2 خم، خاک و 2 امتیاز. 10-0، 2 پیروزی پی در پی. 2 رقیب خودشو، یکی قرقیز و دیگری مغولستان و با درجه 10-0 با زیرگیری های ناب ایرانی موفق میشه حریف خودش شکست بده. هنر کشتی ایرانی رو به نمایش میذاره. خسته نباشید دلاور، خدا قوت پهلوان. تبریک میگیم این پیروزی شیرین و دلچسب به هموطنان عزیز مازندرانی و جویباری ها.